بهترین پیتزا سیر یا نون سیری که میتونی درست بکنی. الله 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 الله. بافتو باش. 2 پیمونه آرد، نصف قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق غذاخوری نمک، 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه. مواد خشکمون رو مخلوط میکنیم. 1 پیمونه از همون پیمونه های آرد شیر. احمس و احمس. منتقل میکنیم به میز کار. تو این مرحله به مدت 15 دقیقه ورز میدیم. به اندازه 2 قاشق غذاخوری روغن. تو ورز دادن این نکته رو یاد بگیرید. همینجوری پهنش میکنید و روی هم میندازید. نگاه کنید. کف ظرفمون روغن، همه جا پخشش میکنیم. خمیرمون رو منتقل میکنیم به ظرف. سلفون کشیده حداقل به مدت 2 ساعت بره توی یخچال. مهمترین بخشش اینجاست. سیر، روغن زیتون، 1 قاشق چایخوری نمک و میبریم تو فرن که له بشه، برشته بشه. سیرای له شده، مقداری جعفری و تقریبا 50 گرم کره و خوب هم میزنیم. نوبت پهن کردن خمیره. کمی روغن، خمیر رو به هر روش سامورایی که بلدید پهن بکنید. چنگال بزنید و از این سس خوشمزه تو کف و فراوون پنیر پیتزا و به این شکل رو دمای 180 درجه و به مدت 20 دقیقه بره تو فرن. الله الله.